سلام خدمتتون هستیم با یک آموزش دیگه، این بار با باز کردن ایربگ اینفینیتی. برای باز کردن ایربگ اینفینیتی اصلا مجموعاً برای باز کردن ایربگ ها سعی کنید که در ابتدا سرباتری رو بردارید، کارتون رو انجام بدید، بعد از اتمام کارتون مجددا سرباتری رو بذارید. خب برای باز کردن ایربگ اینفینیتی ما دو تا ورودی داریم پشت فرمون که یکیش اینجاست، این سمت فرمون، این قسمت، دومیش این قسمت هستش. از داخل این با یه دونه آنچار تیسی میتونید از اینجاها وارد بشید. یک فنر داره که فنر رو به داخل فشار میدید و ایربگ باز میشه. حالا من باز کردم و بهتون نشون میدم. یه نکته ای رو توجه داشته باشید، وقتی که یک سمت ایربگ رو باز میکنید، چون کج میشه، سمت مقابلش که هنوز باز نشده مقداری اذیت میکنه برای اینکه بیرون بیاد. هر چقدر که شما این زبونه رو فشار بدید اذیت میکنه. پس میاد این سمتی که باز کردید یه مقداری رو به باز داخل متمایلش میکنید که فشار از این سمت کمتر بشه. وقتی فشار از این ور کمتر شد، اون موقع به راحتی وقتی زبونه رو فشار بدید ایربگ میپره بیرون. خب حالا زبونه هایی که داخل هست من بهتون نشون بدم. ببینید وقتی که از اون قسمت فشار میدید، شما دقیقا این فنر رو به داخل فشار میدید. از اون سوراخ این فنر رو به داخل فشار داده میشه و ایربگ میپره بیرون. برای بیرون آوردن این سوکت های ایربگ یک دوسوی ریز. من الان چون خودم دوربین رو گرفتم و میخوام کار کنم یه مقداری سخته. خب برای بیرون آوردن این دوربین بگیرم، بیرون آوردن اینا، این قسمت یه دوسوی ریز میذارید، این میاد بالا و همین راحتی میاد بیرون. اینجا هم که سیب بوقش هستش. این دوتا رو که بیرون کشیدید دیگه میتونید این ایربگ رو تعویض کنید مجددا و بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، کاملا روی جاش قرار دادید، سرباتری رو بذارید. خب ما رو حمایت کنید با لایک و کامنت و دنبالمون کنید تا بتونید آموزش های بعدی رو ببینید و از دست ندید. متشکرم.